امیر آرت در شهر وارزه کشور ایتالیا میزبان نمایشگاهی است از آثار فیروز فرمانفرماییان. در این نمایشگاه فرش‌هایی به نمایش گذاشته شده است که توسط این هنرمند نقاشی شده و با همکاری کیان رهنمون به نقشه فرش تبدیل شدند و توسط فرش بافان نپالی بافته شدند. گویی زمینه این فرش‌ها که حالا یک اثر هنری به حساب می‌آیند بوم نقاشی هستند و نخ ابریشم بافته شده در آن حرکت و جزئیات قلموی فیروز فرمانفرماییان را بر بوم نقاشی تداعی می‌کنند. یکی از مهمترین ویژگی‌های کار فیروز فرمانفرماییان حداقل در این مجموعه سادگی هستش و همچنین رد پای طبیعت که به وضوح در این آثار دیده میشه. فیروز فرمانفرماییان که دو مجموعه رو اینجا به نمایش گذاشته که در واقع ایده اونها از زندگی و همزیستی او با عشایر مراکشی و عشایر قرقیزستانی میاد و ما به وضوح این رد پای طبیعت و همچنین این زندگی عشایر رو می‌بینیم. مثلث هایی که سمبل چادر و زندگی چادرنشینی هستند و یا جاده‌ای که به نظر میاد از وسط فرش میگذره و خب همه اینها نشان دهنده این هستش که فیروز فرمانفرماییان در این زیستی که با این عشایر انجام داده به گونه‌ای حل شده که در نهایت تونسته این فرش ها رو در واقع نقاشی بکنه. در طول این نمایشگاه دو تا ویژن با هم آوردیم. یه طرف کارهایی که الهام گرفتم از عشایرهای مراکش، اون طرف از عشایرهای قرقیزستان که با هم همینطور جلوی خودشون نشستن و خودشون رو نگاه میکنن و میتونن یه حرف، یه دیالوگی میگیم بسازیم که ایده های نو شاید آدمایی که اومدن اینو با هم ببینن خودشون بسازن. همین دیالوگی که ساختیم با این گالری، با امیر آرت کلکشن، خیلی خواستم بیاریم به طرف ایران. اول سر نه که خودمون ایرانی هستیم هر دوتامون، دوم سر که این ایده‌ای که داشتیم توی فرش یه سری کلکسیون بسازیم ما رو بیاره ایران. من همیشه خواستم با عشایر بختیاری کار کنم و شاید هم داریم برای سال 24 سال دیگه یه کلکسیون نو بسازیم انشاءالله. در واقع میشه گفت یک نگاه و یک شیوه مدرن و جدید در فرش بافی اینجا اتفاق افتاده. به عنوان آرتیست به ما نقشه میده و ایدهش رو معین میکنه و ما از مورد نقشه‌ای که بهمون میده و اون ایده‌ای که میده، چون فرش رو میشناسیم و فرش خودمون هم تولید میکنیم، ما میتونیم قشنگ بفهمیم که فرش رو چجوری باید درست بکنیم که به شکلی که آرتیست میخواد در بیاره و اون مسیجی که آرتیست میخواد ما بتونیم با این فرش معین بکنیم. این نمایشگاه تا پایان ماه اکتبر ادامه دارد و آثار به نمایش درآمده در آن از حدود 4000 تا 23000 یورو قیمت گذاری شدند. کیمیا قربانی، وارزه.